سنباده بریم سراغ این زیرکاری ها رو بزنیم یه دفعه. چند تا رو با هم میزنم که تا خوش بشه برم نوبت بعدی. امروز یه دونه پست استوری گذاشتم توی پیج شخصی. بعد دوستان خیلی بازخورده جالبی بهم دادن. در مورد این گذاشتم که امروز شروع کنیم یه ذره پاکسازی کنیم. اونم چه پاکسازی؟ چیزایی که مربوط به روح و روانمون و حالا چیزایی که حالمون رو خوب میکنه، چیزایی که حالمون رو بد میکنه، اینجور چیزا. بعد نوشته بودم که حتی پیجتون رو، حتی مخاطبای گوشیتون رو حذف کنید از آدمایی که به اصطلاح روح بهشون میگن. یعنی اینو وجود ندارن، منفعلن، فقط شما میدونید که هستن، هیچ اثری از اونا تو زندگیتون نمیبینین، اثر مثبتی. فقط به عنوانی که یه کسی هست، اینو فقط میدونید هست. خب چه فایده داره اینو داشتن اینجور آدم ها؟ حالا خیلی نمیخوام مسئله رو ببرم سمت روانشناسی، فقط این نکته‌ای که دوستم گفت خیلی جالب بود. برام زد که ریپلای کرد، استوری رو زد که پروانه ای کاش این چیزی که میگفتی میشد انجام بدی. خب چون شما شناختی ندارین روی این دوستم، براتون تعریف میکنم و اسمش هم نمیگم. خب طبیعتا نمیتونید بشناسید. با خواهر و یکی از برادراش خب ارتباط خیلی خوبی نداره. بعد اصلا اونا هیچ اهمیتی به این نمیدن، یعنی کامل اینو نادیده میگیرن. فقط موقعی که کار دارن سراغش میان. بعد توقع دارن که این بنده خدا همیشه دست به سینه احترام بذاره، عزت بذاره، وقتی اونا گرفتارن پیش قدم بشه، بهشون پیشنهاد بده که من میام کمک، نه که اونا بخوانن، خواستن اونام جدا. انتظار دارن که این اصلا به زبون بیاد و بگه و بره. بعد همیشه هم بهش بی احترامی، بی محلی، توهین. بعد به اون بنده خدا دیگه نگفتم، گفتم آره میدونم واقعا سخته، ولی شدنیه. چرا نشدنیه؟ میدونین چرا؟ چطور اون آدم، حالا این بنده خدا اقوام نزدیکش بود، میدونم که خیلی هم شرایط اینو دارن، مثل شرایط این اطرافیان نزدیکشون. چطور اون خواهر، اون برادر میتونه این کار رو با تو بکنه؟ زودتر از همه اینا این کار رو با تو شروع کرده، تو رو ندید گرفته، به تو اهمیت نمیده. و تو میخوای همون کاری که اونا با تو میکنن و انجام بدی. میگی سخته؟ یعنی انقدر تو بی ارزشی، انقدر از اونا میترسی. اونا چقدر راحت این کار رو دارن با تو انجام میدن. اصلا قبل از که تو فکرش بیفتی که همچین کاری رو دارن باهات میکنن، که عملا دارن همچین کاری باهات میکنن، اصلا نمیبیننت. فقط به عنوان یه دونه آدمی که براشون منفعت داشته باشه دارن به تو نگاه میکنن. واقعا این دوست داشتن نیست. دوست داشتن یه رابطه دو طرفه است. و همیشه من اینم معتقدم، این چیزیه که تو زندگیم تجربهش کردم و یاد گرفتم بابت کتابایی که خوندم، تجربه زیستمه، تجربه زندگیمه. و شاید بعد از سن 46 سالگی به جرئت میتونم بگم تازه این بهم اثبات شده که دوست داشتن فقط یک کلمه نیست که بهت بگه که دوستت دارم، انقدر نگرانتم، انقدر استرس تو دارم. دوست داشتن به حرف نیست. انقدر دارم واضح میگم
یعنی چون کاملا حسش کردم، درکش کردم. چه فرزندت بهت بگه، چه عزیزترین کست برای تو عزیز باشه، نه تو برای اون بهت بگه، چه پدر و مادرت بهت بگن، چه اقوامت بهت بگن، فقط با گفتن یک کلمه دوست دارم، دوست داشتن کسی رو باور نکنید. این دوست داشتن نیست. دوست داشتن اونیه که برات وقت بذاره، بتونه برات کاری که میتونه رو انجام بده، حتی بتونه شنونده حرفات بشه. هیچ وقت باور نکنین وقتی کسی یک کلمه توی حرف بیاد ازتون تعریف کنه، بگه خیلی دوستت دارم، تو برام خیلی عزیزی، وای نگرانتم، وای دلتنگتم. ببینید تو زندگیتون چه جایگاهی داره، کجاهای زندگی اثرشو دارید میبینید. یه فلش بک به زندگیتون بزنید، ببینید کجاهایی از روزای زندگیتون این شخصی که داره ادعا میکنه انقدر دوستتون داره، اثرات مثبتش رو میتونید تو زندگیتون ببینید. پس هر کسی اومد از راه رسید، برگشت گفت دوستتون دارم، اصلا باور نکنین، چون باور کردنی نیست، چون دوست داشتن واقعا اینجوری نیست. من تو استوری امروز نوشتم که بیاین امروز پاکسازی کنیم، حالا کمد لباس و وسایل‌های شخصی رو، اتفاقاتی که از گذشته، اتفاقات ناخوشایندی که از گذشته برامون افتاده تو ذهنمون، نمیتونیم فراموش کنیم، نمیتونیم بگیم بندازیم دور، ولی سعی کنیم یه سری تمرینات هست انجام بدیم با خودمون که دیگه نشخوار فکری نکنیم. آدمایی که انقدر ما رو تو زندگی اذیت کردن، ناراحت کردن، یا ما از دستشون ناراحت شدیم، به خدا الان اونا اصلا نمیفهمن ما داریم چی کار میکنیم. فقط انرژیمونو، وقتمونو، ذهنمونو، روحمونو داریم صرف اونا میکنیم. من تو زندگیم خیلی اینجور آدم ها دیدم و یه اتفاق خیلی ناخوشایند برای من افتاد از دوست چندین ساله من که فکر میکردم این دوست واقعا دوسته. یعنی شاید هر کی ما رو میدید میگفت بهتر از شما دیگه دوست نیست. خیلی حرف میزد، توی حرف خیلی حرف میزد، منظور که خیلی ادعا داشت تو حرفاش که من همچین تیپ شخصیتی هستم، من همینجوری برخوردی دارم، من باید به هم احترام بذارم، باید همچین کاری کنم. منم خب خیلی سال پیش بود، این قضیه مال خیلی سال پیشه. اون موقع هنوز آگاهی الانو نداشتم، کلاسا، درسا، کتابا، تراپیا رو شرکت نکرده بودم، مثل الان آگاه نبودم که اینو متوجه بشم و احساس میکردم این بنده خدا چقدر داره راست میگه و باور نمیکنین همیشه احساس میکردم که اون خیلی بالاتر از منه و اینقدر احساس کوچیکی میکردم نسبت بهش. احساس میکردم چقدر من نسبت به این پایینم، این چقدر نمیدونم بلده، این چقدر آدم با اعتماد به نفس و شجاعیه، میگه همچین کاری میکنم، من تو زندگی اینجوریم. بعد یه موضوع دیگه این وسط بگم، من فکر میکردم که خیلی دوست خوبیه برام، به خاطر اینکه همه حرفامو، همه زندگیمو میرفتم بهش میگفتم و اون گوش میداد و همیشه طوری برخورد میکرد که انگار هیچ اختلافی تو زندگی نداره، همیشه وانمود میکرد که بهترین ارتباطو با خانواده داره، خیلی بهش احترام عزت میذارن، خیلی جایگاه بالایی داره و من همه اینا رو به خاطر اینکه حالا به طرحواره رهاشدگی میگه، اونایی که فکر میکنم تو بادی روانشناسی و تراپی اینا رفته باشن این اصطلاحات رو بشناسن، کسایی که کار کرده باشن رو خودشون. اون قضیه‌ای که تو من بود و درمان نشده بود و نمیخواستم که ولش کنم، احساس میکردم وای
این چه دوست خوبیه. برگردیم به این که براتون تعریف کردم. تا همین قضیه پیش اومد که این برای من هی میگفت من همچین آدمیم، این سبکم، تا یه اتفاقی برای ما افتاد. ما توی جمعی قرار گرفتیم که این جمعی بود که چند نفر غریبه توش بودن، یعنی هیچ شناختی نسبت بهشون نداشتیم، نه من نه دوستم. و خب طبیعتا فکر میکنم شما هم اینجورین، توی جمع غریبه که قرار بگیرین، اولین بار باشه دیده باشین، هر چی هم باشه، این انسانیت، عقل، شعور آدم، فهم آدم اینو با آدم میگه که این آدم ها غریبن و تو اولین بار داری میبینی. پس چه لزومی داره تو دوستتو بخوای بیای پیش اینا کوچیکشون کنی؟ و این خانم شروع کرد، این جمعی که دارم میگم 2-3 تا آقا بودن و من نمیشناختمشون، اونم نمیشناخت، گفتم اولین بار بود دیده بودیم. و باور نمیکنین رفتاری من از این دوستم دیدم که فقط داشتم نگاش میکردم، یعنی یه لحظه انگار شوکه شده بودم، اصلا بدنم سر شده بود، نمیتونستم هیچ حرکتی بکنم. دوست من شروع کرد من رو جلوی اینا کوچیک کردن که این اصلا روابطش خوب نیست، معاشرتش خوب نیست، اصلا بلد نیست که چی کار بکنه، چجوری حرف بزنه، اصلا ولش کنید. بعد خیلی رفتارای زننده خودش نشون میداد که اون حالا آقایونو مثلا 1-2 نفرشونو جذب خودش بکنن. من همونجا اون تلنگره به هم خورد، خیلی برام سنگین بودا، نه اینکه منو جلوی اونا کوچیک کرده باشه. این تلنگره، این شوکه‌ای بهم وارد شد به خاطر این بود که من چطور چندین سال با این فرد دوست بودم که این روشو ندیده بودم، چرا فقط اعتماد کردم به حرفایی که میزد، چرا اصلا حرفاشو قبول کردم من در مورد خودش میزد که همچین جایگاهی دارم. بعد بلند شد برای اینا کار میکرد، چایی بیاره، رفت خوراکی براشون خرید. بعد من بهش میگفتم چرا داری این کارا رو میکنی؟ یعنی باور نمیکنین رفتارایی از خودش نشون داد که میگم اصلا الان دارم بهتون میگم دوباره اصلا یاد اون روزا افتادم که من اینو با درمانگرم مطرح کردم. برگشت به هم یک کلمه گفتش که تو میگی دوست خیلی خوبی بود، میگفت حالا این قضیه‌ای که برات اتفاق افتاده، میگی که اومده سعی کرده با کوچیک کردن تو خودش جلوی حالا چند تا مرد و پسر ببره بالا و جلب توجه کنه و اونا رو جذب خودش بکنه، به قول خودش، به خیال خودش. توی دوستیتون اون همه که تو از خودت براش گفتی، از زندگیت براش گفتی، درد دل کردی، آیا اونم از زندگیش، از اطرافیانش، از نزدیکانش چیزی برای تو تعریف کرده؟ گفتم اصلا. گفتم هر چند وقت یه باری که صحبت میشد من که نمیپرسیدم، اونم همیشه ادعا میکرد که بهترین ارتباطو داره با اطرافیانش، با خانوادهش و یک آدم بی نقص، بی اشکال، با فرهنگ، با تمدن، با کلاس، با فهم و شعور. گفت ببین دوستی که تو اسمشو گذاشتی دوستی نبود. هر وقت دیدی با یه کسی دوست شدی و تو همه چیه زندگی تو داری براش تعریف میکنی ولی اون هیچ چی بهت نمیگه، این دوستی یه طرف است. اصلا دوستی نیست که تو داری فکرشو میکنی. یکی این موضوع. یه درس دیگه هم که بهم داد، میگم این تجربه برای من خیلی سنگین بود. من خب واقعا به هم ریختم. دوستی چندین ساله من بود، تنها دوست صمیمی من بود و برگشت درمانگرم برگشت گفتش که هیچ وقت، هیچ زمان به حرف آدما اکتفا نکن.
ببین رفتار و کردارشون چطوره، ببین عملکردشون، دستاوردشون تو زندگی چطوره، چی کارن. این که مثلا من بیام بگم که وای من پروانه انقدر خوبم، انقدر اینو بلدم، به این محله میذارم، این جایگاهمو حفظ میکنم، خیلی ارزش خودمو نگه میدارم، این حرفا خیلی قشنگه. ولی بیاین نگاه کنید ببینید پروانه، مثال خودم میزنم، در مورد اطرافیانتون این کارو بکنید، یا هر کی که میاد تعریف میکنه ازتون، تعریف میکنه از خودش، ببینید جایگاهش تو زندگی چیه، اصلا چی کاره است، تاثیرات مثبتی تو زندگیش داره، اصلا کاری کرده. و این آدم خیلی منو مسخره هم میکرد و من همیشه خودم رو خیلی پایین تر از این میدیدم، خیلی. ولی الان نه، اون تایم ارتباطم رو باهاش قطع کردم. میگم تجربه خیلی بدی بود، خیلی اذیت شدم، خیلی درد کشیدم، ضربه خیلی بدی بود از کسی که خب همه چیه زندگی رو بهش میگفتم، درد دل میکردم. ولی خب درس خیلی بزرگی برام شد که الان دیگه سعی میکنم حواسم رو خیلی جمع کنم. میخواستم برسم به این که اگه آگاهی و داناییمون رو ببریم بالا، ارتباطایی که میگیریم اصولا خیلی کمتر اشتباه توش میشه. نمیتونم بگم اصلا اشتباه نمی کنیم، چون ماها اشتباه میکنیم که از اشتباهاتمون یاد بگیریم. اصلا میگن انسان ممکن الخطاست، جایز الخطا نه، جایز نیست که خطا کنه ولی ممکنه خطا کنه. ولی وقتی اطلاعات و آگاهی داشته باشی، اشتباهاتی که تو زندگی میکنی، انتخابایی که میکنی، خیلی کمتر اشتباه توش میشه. امروز هم به خاطر همون گفتم بیایم یه پاکسازی بکنیم. بعد که این دوستم گفتم چرا که نه، چرا اونا میتونن، چرا دوست من تونست با این کارش منو له کنه، گذاشت کنار. من نمیگم اخلاق غیر انسانی اونو انجام بدیم، اینجور آدم چه تأثیری تو زندگی ما دارن، جز این که باور کنید، دارم میگم تجربه چندین سالمه، باور کنید وقتتون و انرژیتون و اصلا با احساستون بازی میشه و ضربه‌ای که ازش میخوری ضربه خیلی بدیه و خیلی ناراحت کننده است و واقعا آدم داغون میشه. خلاصه این یه تجربه زندگیم بود، گفتم که باهاتون در میون بذارم. شاید یکی که گوش میده یه تجربه مثل من داشته باشه، بتونه یک کمکش بکنه، یه راهکار بهش بده، نمیدونم. یا اینکه بذاری به حساب اینکه وقتی که میام پای میز کارم میشینم، اینجا برام مثل یه کنج امنه، یعنی عاشق میز کارم و عاشق این گوشه خونم هستم که میام میشینم سر کارم و یه دفعه درد دلم باز شد که باهاتون درد دل کنم و صحبت کنم. هم حالا اگه دوست داشتین شما هم برین شروع کنین یه پاکسازی کنین، هم پیجتون رو، اصلا پیجایی که میبینین به دردتون نمیخوره فالو کنین، یا اگه مثلا پیج کاری دارین، هنری دارین، واقعا میبینین حتی نزدیکانتون هیچ فرقی نمیکنه، میبینین هیچ چیزی براتون ندارن، هیچ اثر مثبتی براتون ندارن، فقط دوست دارن سرکشی کنن ببینن که چیکار داری میکنی، همین. یعنی قصدشون غیر از این نیست، خیالتون راحت باشه. و اینم بگم که اصلا خوشحال نمیشن از پیشرفتتون، چون اثری از خودشون باقی میذاشتن. بعد خلاصه اگه دوست داشتین شما هم شروع کنین امروز پاکسازی وسایل شخصیتون، خودتون، روحتون، پاکسازی چیزایی که مربوط به حالتونه. معلوم نیست که ما چند وقت دیگه بخوایم زندگی کنیم، چند وقت دیگه اصلا فرصت داریم. هممون یه چیز خیلی
واقعیتیه. و چرا حروم اینجور آدم رو بکنیم؟ واقعا چرا؟ اینو دوستم که گفت با خودم تکرار میکردم. چرا اونا میتونن؟ چرا ما نتونیم؟ چطور اون میتونه منو ندید بگیره؟ چطور اون میتونه من براش بی ارزش باشم؟ چرا من اونو داشته باشم که وقتی هیچ اثر مثبتی تو زندگیم نداره؟